من انتظار شدم شما گفتم که برو اینجا. قمارباز افسای بروزه شده؟ نه ای بچه تو بابا چرامو زن که تو ادا خیلی زن چا حرفا سفید چرا آوردن؟ تو 20 سال دیگه از قومش سوانده بود من چی میفهمم؟ شاید دکتر نبوده دوا نبوده مریض شد مرد نه بچه آقای بچه من میخوام بچه هستی من یه دعا کن که خداوند تعالی سر دلش میبرده خانه یک مسلمان داره ببین دیخ بطی آدمه میکنه بچه ما خواه چی که هست؟ حال چیزی که زیاد مرا جگر خود میسازن این بیکاریست از یک طرف خرچ و مصرف از این خانه و از دیگه طرف مریضی از فریبا دیوانه شدیم دیوانه بابا چه خم نکن بسات خیلی سرد چون مادرمی مادر بگیرم بچه من خیلی است این رو بیکار شدی سبا یک کارک خوب برای پیدا میشه غم نکنی بچه جگر خونی نداری بچه با میگی کی از بیکاری یک گوشتگی مادر بابا نه آمد جان بیکار شدی فریبا مگم چرا من نمیفهمم کسی دیگر آوردن در جای من قرار کردن از برای خدا کاش که برای رئیس شکایت میکردی آمد جان نه بچه نه گوش کنی هیچ کسی نبوزو داری نداری بچه هیچ کس از گوشتگی نمورده یک قمردا گلیکان آخه خیلی برا خیلی برا خدا نیست از گوشتگی برده تو بگوری مگم خاله جان او وقتی خواد کرد بیکاری خودش یک مریضی است حتما کردی کالای ناوتو کده سر وظیفه روانش کردی رئیس هم که سر وزش بیدون از کار کشید بله خدا خاله بیدون چون در یک سر من اومد میکنی و خدا من معلومت که هیچ وقت تو نشده بوزم در پیش من خود زمان درازی میکنی حالا که به چیزی در چی هم زمان درازی میکنی حالا من حقیقت هم که دروغ نمیگم گفتم باید خدا با خبر آزانه که با خبر این پامیانه این با این ناز و بخ خودت چیه مرمزان بلا نست از این فونده دیانه ها بچه شیری هست این ناز دلی مادر هست خاله جان تو اصحابت از دستانیت اومد را بهش یک داستر بمد یعنی مریضی تداوی شود از برای خدا تو منه مریض میگی تو منه دیوانه میگی مریضی خودت مریض مادرت تو اصلا تو مریضی و مادری بودی در خانه با بودی یک کم زرم رنگ خیلی تازه شده مثل